سلام بچه ها، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. اسم من هدیه است و ما با هم اینجاییم که ذهنی بازتر و بدنی رهاتر رو تجربه کنیم. و امروز میخوام با شما یه سری اطلاعاتی رو به اشتراک بذارم راجع به اینکه چجوری پاسچر یا حالت بدنی بهتری داشته باشید. شاید همه شما یه عالمه ویدیوهای حرکت درمانی، حرکت‌های کششی دیدید که بهتون گفتن این کارو بکن، اون کارو نکن. حالا توی ویدیویی که امروز میخوام با شما به اشتراک بذارم، اول میگم یه سری چیزایی که معمولاً ما شنیدیم که بهمون میگن باید این کارو بکنی، اون کارو بکنی و چرا بعضی از اونا کافی نیست و حتی بعضی مواقع باعث میشه که شما افزایش درد و خشکی بدن داشته باشید. قبل از اینکه بریم سراغ اون، چیزی که من درس میدم اینجا بهتون اساسش و ریشش برمیگرده به تنفس ما و تنفس ما تعیین کننده است که بدن ما چجوری در محیط حرکت میکنه و ما همیشه برای بقای خودمون داریم میجنگیم و بدن ما دائما داره با جاذبه زمین مبارزه میکنه، یا شاید کلمه بهترش اینه که داره میرقصه. و بسته به این که ما چه استرسی رو تو بدنمون تجربه کردیم، چه عادات و رفتارها و افکاری داریم و به این که خب شاید آیا آسیب دیدگی داریم از قبل یا نه، همه اینا تعیین کننده است. هیچ وقت یک چیز نیست که شما یه حرکت رو انجام بدید یهو معجزه میشه، نه اینجوری نیست. خیلی المان‌ها و موارد مختلفی تو این داستان نقش داره. حالا امروز میخوام راجع به چی باهاتون صحبت کنم؟ راجع به هر چیزی که مربوط به بدن و اسکلت بدنی از خوله. حالا اولین چیزی که میخوام راجبش به شما بگم اینه که حتما دیدین تو اینترنت که بهتون میگن باید شونه ها عقب، سینه بالا، صاف را برو. اینو شنیدین یا نه؟ منم خیلی شنیدم اینو. ولی خب مشکل این چیه؟ اگه هیچ وقت ویدیوهای منو دیده باشین، یه چیزی که من همیشه یاد میدم اینه که یاد بگیریم در دیافراگمون نفس بکشیم. دیافراگم ماسل اصلی برای نفس کشیدن. ولی خیلی از ماها چون دیافراگممون رو اصلا استفاده نمی کنیم، میایم از گردن و شونه هامون بیشتر استفاده میکنیم. به خاطر همین خیلی های ما کلی استرس تو گردن، تو شونه ها تجربه میکنیم. چرا؟ چون که ما نمیتونیم این دیافراگممون که لازمه 360 درجه باز بشه رو باز کنیم. و خیلی وقتا تهش میگیم او همون نفس شکمی همون نفس دیافراگمیه. نه، نفس شکمی مزایای خودشو داره، ولی در نهایت برای اینکه ما ساختار خیلی خوبی داشته باشیم باید بتونیم در روزمرگی خودمون از دیافراگممون استفاده کنیم. چرا؟ وقتی دیافراگم 360 درجه باز میشه و بعد بسته میشه، یک ارتباط مستقیمی با عضلات لگن ما به وجود میاره و این ارتباط استحکام یا استبیلیتی کور و ماسل های شکمی ما رو تعیین کننده است. پس وقتی ما میایم اینجوری راه میریم چه اتفاقی میافته؟ ما اکثر مواقع این ریب یا دنده های پایین رو اینجوری میکنیم، ماسل های پشت کلی داره کار میکنه و ما این توانایی که دیافراگم 360 درجه اکسپند بشه یا باز بشه رو داریم ازش میگیریم. حالا نفس کشیدن اساساً برای اینه که چی؟ شش ما باز بشه و این دیافراگم باز میشه که شش بتونه باز بشه، که ما بتونیم مقدار بیشتری اکسیژن رو وارد سیستممون بکنیم. خب شش کجاست؟ شش در قفسه سینه تو قرار داره و وقتی دیافراگم 360 درجه باز میشه، قفسه سینه تو جلو، عقب و به بغل باز میشه. یعنی قفسه سینه تو هم 360 درجه باز میشه. ولی خب وقتی که ما اینجوری راه میریم، ما آردی
کلی از فضای پشت رو گرفتیم، کلی فشار داریم تو فضای پشت به وجود میاریم. پس هیچ وقت نفس نمیتونه به پشت بره و هیچ وقت ما نمیتونیم عضلات شکمیمون رو اونجوری که باید تقویت کنیم و به کار بگیریم. حالا شاید بگی که خب اگه من اینجوری نکنم، اینجوری راه نرم، بعد اینجوری میشم. خب اینجوری هم خوب نیست. حالا راه حلت چیه؟ خب بهت یک تمرینی میدم که این تمرین حالا بسته به این که شرایط حالت بدنی تو چجوریه همه موارد رو به یک تعادلی میرسونه. خب بریم این تمرین رو با هم انجام بدیم. اول شروع میکنیم با اینکه کف پاهاتو کامل روی زمین حس میکنیم. خیلی از آدما در عادت اینن که زانوهاشون اینجوریه. میخوام یه نرمی رو به زانوات بیاری. حالا میخوام تجسم کنی که یک طنابی به پشت سرت وصله. حالا برای اینکه اینو قشنگ بهتون نشون بدم میام موهای خودم رو اینجا میبندم، مثال اون طنابی که دارم راجع به صحبت میکنم. خب فرض کنید که دم اسبی من اون طناب است و داره منو میکشه به سمت بالا. من سرم رو اینجوری بالا نکردم، مطمئنم خیلی از شما چونه هاتون رو اینجوری دارید بالا. نه، میخوام این طنابه ما رو از پشت جمجمه سر تا درون ستون فقراتمون بکشه بالا. حالا که این کشش به سمت بالا رو داری حس میکنی، باید همزمان رو پاهات محکم باشی و حالا ببین آیا میتونی خودتو رها کنی تو این پوزیشن؟ آیا میتونی خودتو رها کنی تو این فضا؟ چون ما نمیخوایم سفت و سخت باشیم. یه مشکل دیگه که تو این پوزیشن هست، شما دائما داری سفت و سختی، داری به بدنت استرس اضافه وارد میکنی. در حالی که ما باید یاد بگیریم که حرکت‌های روزانه‌مون رو با رهایی انجام بدیم، با آزادی در بدنمون انجام بدیم. خب دوباره اینو با هم ریویو میکنیم. کف پا کاملا به زمین وصل شده، زانو نرمه و خودمون رو وصل میکنیم به سمت بالا. اگه دم اسبی داری یا تجسم کنیم که دم اسبی داری و داره تو رو میکشه به سمت بالا. دوباره میگم چونه بلند نمیشه، چونه ریلکسه و وقتی که این لنگث، این افزایش ارتفاع در تو به وجود اومد، خودتو رها کن. و من اینو خیلی دوست دارم، به خصوص اگه اعتقاد داری به یک چیزی بزرگتر از خودت، به یک انرژی در اطراف تو، به یک خدای اعتقاد داری، تصور کن که این پول آپورد، این کششی که به سمت بالا داره در بدن تو به وجود میاد، ارتباط تو با اون قدرت الهی هست اون بالا. و وقتی که تو ریلکس میکنی، انگار خودتو رها میکنی در آغوش اون قدرت و تو فکر نمیکنی که دائم باید در جنگ باشی که زندگی رو فیگر اوت کنی یا زندگی رو بفهمی که داستانت چه قراره. خب حالا دومین چیزی که میخوام باهات به اشتراک بذارم دوباره مربوط به نفس و ارتباط نفس با پاسچر یا پوزیشن بدنی ما هست یا حالت بدنی ما هست. خیلی وقتا ما یه نفسی که میکشیم خیلی کم عمق هست یا خیلی وقتا سعی میکنیم خیلی پر عمق نفس بکشیم. حتما شنیدید که میگن deep breath. ولی در نهایت در طول روز ما احتیاج به نفسی نداریم که در بدن ما استرس وارد کنه. ما میخوایم نفسمون ما رو بکشه. خب نفسی که نرمه، نفسی که ریلکسه. وقتی که ما نفس ریلکس میکشیم اون موقع است که ما دیافراگممون رو شروع میکنیم ورزیده کردن برای کار کردن. چرا؟ چون وقتی تو نفس نرم میکشی دیگه گردن و شونه‌هات کار نمیکنه. نفس نرم لازم داره که دیافراگممون کار کنه. حالا اول میخوام یه چند نفس عمیق بکشی. میخوام این پارادوکسش رو ببینیم. خب وقتی که من نفس عمیق میکشم ببین ماسلای گردن و عضلات گردنمو
و خیلی وقتا من احساس نمی کنم که نفسم اونقدرم که باید عمیق هست. شدت داره ولی شاید عمق اونقدر نداره. یه دوباره دیگه به نفس عمیق با هم بکشیم. یکی دیگه. خب حالا میخوایم نفس نرم و آروم بکشیم. نفسی که هیچ استرسی به گردن و شونه‌هامون وارد نمیکنه. یا اصطلاحاً بهش میگن نینجا برث. هیچ صدایی هم وجود نداره. ریلکس اکسل. ریلکس. بازدم راحت. بازدم توجه ما نیست الان. بیشتر میخوایم تمرین کنیم که دممون رو بهتر کنیم. و جالبه وقتی که نرمینگی نفس رو تمرین میکنی شروع میکنی حس کردن که من دیافراگمم داره کار میکنه. من دارم حس میکنم این باز و بسته شدن. خب حالا میخوام چی؟ غیر اون تمرینی که با هم انجام دادیم که بتونی در بدن خودت این حس ارتفاع رو به وجود بیاری، این حس بلند بودن رو به وجود بیاری، یا اصطلاحاً تمامی خودت رو به بدنت بیاری، ببین که آیا میتونی تمرین نرمی نفس بکنی. خیلی وقتا اگه استرسی باشی میبینی که خیلی این کار سختیه یا اصلا یادت میره. بعضی وقتا خوبه که آدم یه یاداوری داشته باشه، حالا مثلا یه جایی بنویسه، رو گوشیش بذاره، شاید حتی تایمر بذاری رو گوشید که چند تا نفس نرم بکشی. این به تنهایی میتونه زندگی تو رو تغییر بده و تو رو آدم آرومتری بکنه. حتی من وقتی که با مشتریام که خیلی وقت با من کار کردن و استرنگث ترینینگ یا وزنه زدن و اینا انجام میدن، بهشون یاد میدم که چجوری به سرعت به نرمی نفس برگردن. چی میشه؟ تو موقع ورزش یک مدل استرسه، تو بدنت رو تحت استرس قرار میدی. وقتی که یاد میگیری تو استرس بتونی سریع خودتو برگردونی به اون نرمی نفس، یعنی که داری سیستم عصبی خودت رو رگولیت میکنی، تنظیم میکنی. و این تمرین فوق‌العاده‌ایه، به خصوص اگه فکر می‌کنی امروز استرس داری، ددلاین داری سر کارت، یه نگرانی داری و شاید فکرت مشغول باشه. بذار توجهتو بیار به بدنت و شروع کن با بدنت سیستم عصبی تو تنظیم کنی. اینا 2 تکنیکی بود که همیشه وقتی که من با مشتریام شروع به کار میکنم این 2 تکنیک رو بهشون یاد میدم. از اولین چیزهایی هست که من بهشون یاد میدم که شروع کنن روزانه اینا رو تمرین کردن، به خاطر اینکه ما نمیتونیم بدنمون رو تغییر بدیم در جا. ما باید یواش یواش تمرین‌هایی رو در زندگیمون به وجود بیاریم که باعث بشه ما از طریق بدنمون بتونیم سیستم عصبیمون رو تنظیماتش رو تغییر بدیم. تنظیماتش رو جوری بکنیم که به ما کمک میکنه، ما رو آدمای قوی تری میکنه از درون. نه اینکه تظاهر کنی که قوی چون من با همه چی میجنگم، نه، از درونت، از بدنت اون احساس قوی بودن رو داشته باشی. حالا بهم بگو توی کامنت سکشن تجربت چی بود؟ اگه انجامش دادی حس و حالت تو بدن چجوری بود؟ و تا ویدیو بعدی میبینمت.